سلام دوستان، وقتتون بخیر. قطعا شما هم شاهد ریزش مارکت بودین و این موضوع شما رو نگران کرده. اما توی این ویدیو میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم که قرار نیست زیاد این مسیر نزولی ادامه پیدا بکنه و ما میتونیم شاهد مسیر صعودی مارکت هم باشیم توی چند وقت آینده و مسیر پیش روش به همراه علتاشو کاملا با هم بررسی قرار بکنیم. اولین چیزی که میخوام بهش بپردازیم چند تا مورد از خریدهایی هستش که روی اتریوم داره انجام میشه. نهنگ هایی رو داریم میبینیم که به طرز وحشتناکی در حال خرید اتریوم هستن. به عنوان مثال از روز گذشته یک آدرس 300 میلیون دلار از گلکسی دیجیتال OTC جمع آوری کرده. خب این چیزی که دارید میبینید مقدار خرید هنگفتیه که توی این اصلاحایی که من و شما ترسیدیم و نگران داراییمون هستیم و میگیم نکنه که این انتهای مسیر صعودی بیت کوین بوده باشه، اشخاصی هستن که یعنی اشخاصی نمیشه دعواش کنیم، نهنگ هایی هستن که در این ساعت در حال خرید کردن هستن. گزینه بعدی رو میایم از لوک آن چین با هم دیگه بررسی میکنیم که نوشته ساعتی پیش 15822 تا اتریوم معادل 50 تقریبا 4 میلیون دلار شخصی خریده. بعدش آنها در 2 روز گذشته 108 میلیون USDC رو برای خرید اتریوم خرج کردن که نشه با میانگین قیمت 3530 دلار. خب و چیزی که نوشته شارپ لینک اکنون در مجموع 48031 اتریوم معادل 1.65 میلیارد دلار خرید انجام داده که خب قاعدتا این حجم بسیار گسترده و چیزی نیستش که همینطوری بر اساس هیجان خرید شده باشه. میریم سراغ گزینه‌های بعدیمون. ما تا الان فقط پرداخته بودیم به برخی از نهنگ ها، یعنی فقط یه 3-4 تاشو با هم دیگه نگاه کردیم که به چه شکل در حال خرید کردن هستن. به اینها شما میتونید ورلد لیبرتی فایننس رو هم اضافه بکنید که حالا منسوب داده میشه که با ترامپ در ارتباط هستش و مربوط به ترامپ میشه و اینجا می با هم دیگه هولدرهاش رو روی اتریوم نگاه میکنیم. خب خیلی جالبه که شما میبینید از جولای 2025 به این سم ما شاهد یک حرکت شارپ هستیم از هولدرهای اتریوم که به شدت افزایش پیدا کرده. همونش که ببینید خیلی قوی داره به سمت بالا حرکت میکنه و ETF هاش هم اگر نگاه بکنیم و ما اینجا شاهد 2725 هستیم. اتریوم ETF ها هستش که حالا نت فلو ساینس لانچ هستش و ما در حال حاضر یک مسیر فوق العاده صعودی رو داریم توی بخش های مختلف روی اتریوم میبینیم که این رشد ها بی دلیل قطعا نیست، چون داریم در مورد بحث حجم های کلان صحبت میکنیم و اگر دقت بکنید دوستان ما توی بخش های مختلف میتونیم ببینیم که این سطح خریدها توی چه بخش بوده. بلک راک رو داریم میبینیم، گری اسکیل مینی رو داریم، فیدیلیتی، بیت وایز، همه اینها در کنار هم دیگه یک رشد فوق العاده ای داشتن که تقریبا میشه گفتش که توی چند ماه گذشته میشه گفتش که از محدوده چقدر اینجا 21000 تا ما از اینجا هولوش 10,000 تا رسیدیم به 21,000 تا، یعنی تقریبا 2 برابر شده طی همین چند ماه گذشته. میشه گفتش که 1 ماه گذشته و این رشد واقعا میتونه کمک بزرگی بکنه به مارکت و همچنین قبلا در موردش صحبت کردیم مسیر آلت سیزن از اتریوم میگذره. و از طرفی هم دوستان ما وقتی نگاهی میکنیم حتی حالا به بحث ETF های بیت کوین شاهد این هستیم که حجم بسیار گسترده‌ای توی ETF ها داریم و که روز به روز هم داره اضافه میشه و ما روزهای مثبت زیادی رو داشتیم. درسته این چند وقته حالا چون قرمز شد، اما یک نکته رو هم بخوام اضافه بکنم بهتون، دقت بکنید دوستان، اینی که
گاهن میبینیم که میگن خب اوکی قرمز شده، پس اگر امروز قرمزه یعنی که فردا قراره مثلا ریزشی باشه. به این شکل نیستش دوستان. همین وقتی بازار داره ریزش میکنه طبیعتاً قدرت فروشنده ها بیشتره و ما در نهایت که میایم نگاه میکنیم یک چارت قرمز رنگی رو میبینیم که حالا مثلا میتونه این فلوی شما مثل 4 آگوست قرمز باشه. پس سیاه چیز نگران کننده عجیب و غریبی نیستش. و حالا در کنار تمام این موارد یه سری اتفاقها بود که تونست مارکت رو اصلاحی بکنه. جلوتر کاملا در موردش صحبت میکنیم. میام سراغ گزینه بعدی. ما شرایط اصلاحی رو داریم میبینیم، درسته؟ اما کماکان RSI رو ما که نگاه میکنیم توی نیمه پایینی هستیم. ما توی اوریج RSI روی آلت کوین هایی که داریم نگاه میکنیم، حتی فقط آلت کوین ها نیست، بیت کوین رو هم اگر نگاه بکنید دوستان توی محدوده زیر تقریبا 40 هستش، نزدیک به فکر کنم یه چه 20 نه بخش 30 فکر کنم 7 8 میتونه باشه، چون اینجا 40 اینجا هم 30 هست. ما توی محدوده قرار داریم و همونجوری که می‌بینید اوریج ما 44. پس میشه گفتش که الان جز محدودهای خرید برای ما به حساب میاد. بریم سراغ گزینه بعدی. اون همین که ما شاهد اصلاح بیت کوین از محدوده 123,000 تا به سمت پایین بودیم که الان نزدیک 112,000 تاست و یه سیولوژی 11,000 تا به الان اصلاح داشتیم. اما کماکان شرایط اون تو قسمت گرید هستش، یعنی هنوز حتی حالا به اون قیمت حالت نرمال و طبیعی هم نرسیدیم. هنوز میشه گفتش که شرایط در حالت مثبتی هست که خودش یک پوینت خوبیه. چرا میگم پوینت خوبی؟ چون هنوز از حالت طمع خارج نشدیم و به یک محدوده حمایت فوق‌العاده قوی رسیدیم و اخبار قوی داره میاد که میتونه واسه برگشت قیمت توی ماهای آینده بشه. خب یکی از علتهایی که باعث اصلاح مارکت شد، یکی بحث تعرفه ها بود و مهمتر از همه موضوع بحث نرخ بهره رو داشتیم. حالا بحث تنش هایی که وجود داشت تو اینها رو هم قطعا بی تاثیر نیست، اما چون هنوز اتفاق خاصی نیفتاده نمیتونیم در مورد زیاد صحبت بکنیم. ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که احتمال کاهش نرخ بهره رو در مسیر کاهشی داریم میبینیم که برای شهریور 26 شهریور ما میتونیم یک مسیر کاهشی رو داشته باشیم بین 4 الی 4.25. عددی هستش که میتونیم روی اون نرخ بهره رو ببینیم. 88% احتمال کاهش نرخ بهره و رسیدن به این عدد دارن میدن که موضوع بسیار مهمیه. روی پلی مارکت هم که با هم نگاه بکنیم یه چه هولوش 70 الی 80% تقریبا 80 که نیست فکر کنم در بدم 76%. 74% عددی هستش که در حال حاضر انتظار میره که کاهش نرخ بهره رو ما داشته باشیم که موضوع بسیار مهمی هست. این اعداد داره از کجا میاد و مبنای این صحبت ها چیه؟ اگر یادتون باشه دوستان بعد در مورد بحث نرخ بهره پاول اومد گفتش که در صورتی شرایط کار یک مقدار وخیم‌تر از این بیاد ما احتمال کاهش نرخ بهره رو داریم و باید حواسمون به بحث تورم هم باشه. خب داده‌هایی که داره میاد به نحوی داره میره به سمت این موضوع که ما احتمال زیاد افزایش تورم رو نداشته باشیم اما افزایش بحث بیکاری رو داشته باشیم که این سطح بیکاری باعث میشه که احتمال کاهش نرخ بهره بیشتر بشه که خب این یک پوینت مثبته. خب یه موضوعی که وجود داره دوستان میخوام بهش بپردازیم. کاهش نرخ بهره در دوره بعد توی 25 سپتامبر انجام میشه که ما در حال حاضر در 5 آگوست هستیم، یعنی یه چیز تو مایه 50 روز آینده ما میتونیم شاهد کاهش نرخ بهره باشیم. اما سوال اینجاست که آیا کاهش نرخ بهره همون بعد از کاهشش اتفاق میفته و تأثیر میذاره یا خیر؟ باید بگم که نه، اینجوری نیستش. ما معمولا در بازه قبل از کاهش نرخ بهره مسیر صعودی رو میگیریم. حالا من اینجا یه دونه دم دست بود گذاشتم، اما خودتون اگر بزنید و حالا اون رو بیارید کاملا میتونید ببینید که ما معمولا یه بازه هولوش
بین 2 هفته الی 1 ماه قبل از اینکه کاهش نرخ بهره داشته باشیم با بالا رفتن احتمال، افراد وارد مارکت میشن و مسیر صعودی رو یه جوری پیشخور میکنن و سعی میکنن پیشواز برن و اون اعداد رو زودتر از اون چیزی که هست تأثیرش رو توی بازار ببینن. خب که دقیقا این اتفاق برای این قسمت داره میفته. نکته هم که در کنار این مهمه، من آن ریت رو بزنم. قبلا در مورد این چارت صحبت کرده بودیم دوستان، در مورد بحث افزایش بیکاریه. این چارتی که داره میبینی بحث بیکاری هستش، بیکاری آمریکا. توی هر دور برهه اگر نگاه بکنیم ما چرخش هایی رو داریم که خب اول آهسته آهسته و بعد به صورت یکهو افزایش پیدا کرده. میبینی توی برهه های مختلف این اتفاق افتاده. الان ما دوباره توی این چرخشه هستیم و میتونه هر آن یهویی ما شاهد افزایش بیکاری باشیم که در پی اون ما میتونیم شاهد کاهش نرخ بهره حتی به اعداد بالاتر از 25 الی 50 واحد هم باشیم که این میتونه خودش یه گام قوی توی مسیر بیت کوین باشه که خب این موضوع خیلی موضوع بسیار مهمی هست و باید بهش دقت بکنیم. حالا بریم با هم دیگه یه نگاهی به چارت بیت کوین هم داشته باشیم ببینیم که چه اتفاقاتی برای بیت کوین داره میفته. از نظر تکنیکال چیزی که ما داریم میبینیم، ما توی این محدود سقف رو شکوندیم، بعد از اون توی این باکس قرار گرفتیم و یه حرکتی رو به سمت پایین داشتیم. درسته این اتفاقی بود که از اینجا به سمت پایین اومدیم، اما محدوده بسیار مهمی رو داشتیم. فیر ولی گپی که توی تایم فریم دیلی داریم میبینیم توی این بازه کاملا پر شده. میبینید این محدوده رو اگر دقت بکنید محدوده فیر ولی گپی هستش که قبلا وجود داشته در تایم فریم دیلی و محدوده قیمت دقیقا توی این باکس قرار گرفته. در کنار این ما پول بک به سقف گذشتهش رو هم داریم اینجا میبینید. میبینید قسمت رو محدودی هستش که وجود داره به عنوان محدوده حمایتی ما. انتظار میره که ما شاهد اصلاح به سمت اعداد پایینتر هم باشیم. الان میخوام بهتون کاملا در مورد صحبت کنم. میتونیم به سمت اعداد پایینتر بیایم و بعد از اون حرکت کنیم. اگر یک مقدار بیا محدوده رو تنگ تر بکنیم و بیایم بازه بهتری رو بررسی بکنیم، به احتمال خیلی زیاد ما از این سقف برگشتی به سمت بالا رو شاهد باشیم. درسته؟ ما اینجا یک برخوردی کوچیک به این ناحیه داشتیم، اصلاح رو داشتیم، نتونست خودش داخل کانال حفظ بکنه، هرچند که خوب برگشتن به سمت بالا با یک برخورد بسیار کوچیک به این محدوده باعث شد که قیمت هولوش $3700 به سمت بالا پرتاب بشه. کانالی رو داشتیم که وارد کانال شد، تارگتش رو دیروز اینجا با هم دیگه گرفتیم و بعد از اون ما دوباره شاهد یک اصلاح بودیم. اتفاقی که میتونه بیفته در مسیر پیش رومون اینه که ما وارد این باکس بشیم که بین 110,500 تا 112,000 تا. از اینجا ما میتونیم شاهد کف پایین تر باشیم، اما توی RSI همونجوری که دارید میبینید ما تا کف قبل اون فاصله نداریم، اما توی RSI فاصله بسیار زیادی توی این ناحیه وجود داره که ما میتونیم با رسیدن به این ناحیه برگشت قیمتی رو به سمت بالا به احتمال خیلی زیاد ببینیم، چون میتونه باعث یک واگرایی بشه. خب واگرایی خودش به تنهایی که قطعا تاثیرگذار نیست که مانع ریزش بشه یا اینکه بتونه کمکی بکنه به سمت بالا بره، بلکه داره این هشدار رو به ما میده که ضعفی در روند اصلاحی شما وجود داره و به احتمال خیلی زیاد شاهد برگشت قیمت رو از این ناحیه باشید و دقیقا این اتفاق میتونه بیفته و ما در یک محدوده حمایتی خیلی خوب میتونیم شاهد یک واگرایی باشیم که انتظار داشته باشیم از اونجا برگشت قیمت ما شکل بگیره. به عنوان مثال ما برگردیم تا این محدوده و بعد از اون به سمت اعداد بالاتر حرکت بکنیم که حالا میتونه یک پوزیشنی به این شکل رو هم برای ما درست بکنه. پوزیشن با ورود محدوده بین 111,000 تا با استاپی زیر $109,400 میتونه محدوده خوبی باشه برای گذاشتن نقطه ورود و استاپ. تارگت هم دوستان بنا به
بس تحلیلش بخوایم در نظر بگیریم، ما به احتمال خیلی زیاد بریم به سمت اعداد بزرگتر و حالا بالاترمون که بالای 23000 دلار هست. مثلا من ببینم که این کانال رو اینجا به این شکل در نظر بگیریم. خب این رو هم پاک بکنم دیگه. میتونیم این سناریو رو اینجا در نظر داشته باشیم و بعد از اون از اینجا برگشت داشته باشیم. شکست کانال یک الگوی پرچمی که در انتها با شکستش میتونه جامپ قوی رو به سمت اعداد بالاتر برای ما بزنه. خب دوستان ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ان شاءالله که موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.